خب سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من با اولین آموزش یوتیوبم اومدم که با هم دیگه یک کارت جذاب رو تو المنتور و ترکیب با CSS با هم دیگه پیاده کنیم و یک ظاهر جذاب به وبسایتمون بدیم. خب بریم ببینیم که این کارتا چی هن. خب ببینید یک حالت هاوریه که تقریبا میشه گفت سه بعدیه که وقتی هاور میکنیم به کارتمون اضافه میشه و ریسپانسیو حالت تبلت و این هم حالت موبایل. خب بریم ببینیم که چجوری میتونیم ما همچین کارتایی رو بسازیم. خب من اینو پاک میکنم و اومدم یک صفحه ساختم که از اینجا رنگش رو سیاه کردم که کارمون یکم جذاب‌تر شه و بعد از اون حالت کنونس رو گذاشتم که تایتل صفحه و مابقی چیزات هست و اضافات هست که صفحه خالی بشه. خب بریم شروع کنیم کار رو. من از یه کانتینر اضافه میکنم، میذارم روی تمام، یک عرض 1440 بهش میدم، یک ارتفاع 100 BH بهش میدم و اینم وسط. خب حالا بریم که یه دونه از این کارتا رو اضافه کنیم. این رو من پدینگش رو 0 میکنم، عرض میذارم روی 24 و همین فعلا تا همین حد. بریم ببینیم که چی داریم ما اینجا. خب ببینید بچه ها، ما اینجا 3 تا المان داخل کانتینرمون داریم. خب تصویر اصلی، تصویر عمودی که پنهانه و آیکون باکس که اونم پنهانه. خب بریم ما هم دیگه این 3 تا رو به کارتون اضافه کنیم. اول از همه من عکسم رو اضافه میکنم و بعد از اینکه عکس اصلی رو اضافه کردم یک تکثیر ازش میگیرم و عکس دوم رو اضافه میکنم. بعد اینکه عکس دوم رو اضافه کردم یه ارزی بهش میدم که یکم کوچیک شه. خب پوزیشنش هم البته فعلا نه، بذارید من آیکون باکس هم اضافه کنم. خب آیکون باکس رو میکشم میارم پایین، آیکونش رو از اینجا حذف میکنم. خب الان ما این 3 تا المان رو داریم. خب نیازه که اول از همه من این رو پوزیشنش رو ابسولوت کنم یا همون مطلق کنم، عرضش رو هم تمام عرض کنم. این خودکار میفته روی این، چون این قرار پنهان بشه دیگه. این رو هم همینطور، این رو من میام پوزیشنش رو ابسولوت میکنم تمام عرض و این رو میندازم پایین. خب بریم ما این کارتمون رو درست کنیم با هم دیگه. اینجا اسما رو برمیدارم. البته بچه ها این اسمش دیرلاک قرار نیستش، این اسمش رو درست بذارید. خب سفیدش میکنیم. سفید نه، چون دارک زیاد سفید چشم میزنه. بریم ببینیم فونتش چیه. من اینجا فونت روپا رو استفاده کردم و راکیت. اینو فونت روپا میذاریم، 18 پیکسل اوکیه. اینم میذاریم راکیت. اینم میذاریم 18. میذاریم 6. خب حالا بریم سراغ کد CSS مون. من از اینجا کد CSS رو برمیدارم، کنترل آ کنترل سی میزنم و میام میدم به این کانتینرمون. خب کدو پیست میکنم از اینجا. ببینید این کدا کلیاتش رو بخوام براتون بگم بچه‌ها، آخرش توضیح میدم کدا رو، ولی الان فقط بخوام بهتون بگم 4 تا کلاسی که شما باید به 4 تا المان بدید. اولیش رپره که اینجا من کامنت هم بالاش گذاشتم عکس. اینو میدید به عکس اصلیمون. عکس اصلیمون رو بهش کلاس رپر رو میدیم و بعد از اون برمیگردیم دوباره به کدامون. یه دونه کارت داریم ما که حالت سه بعدی و پرسپکتیو میده به این کانتینرمون. این کارت رو میام من میدم به، ببینید
حالت پرسپکتیو میده موقع هاور. اینا به خاطر کد CSS که گذاشتیم. خب برمیگردم اینور، دوباره کرکتر رو برمیدارم و میام میدم به تصویر دوم. تصویر دوم که بدم الان حذف میشه. خب یه دونه هم تایتل رو داریم ما که میام من اینو میدم به این، یه همچین حالتی رو در میاره. خب بریم من از این یه 5 تا کپی بگیرم، اینا بیان کنار هم دیگه و بعد چون قراره 5 تا که الان من به اینا هیچ ترانسفورمی نمیدم به خاطر اینکه بعد از اینکه 5 تا کنار هم دیگه قرار بگیره دوباره مجبوریم بدیم. من اول اون قالبش رو در میارم، اون 5 تا رو میدم، بعد اگه نیاز بود ترانسفورم بهشون میدم. خب بریم من یه کپی بگیرم از روی این، یکی 2 تا 3 4. ببینید بچه‌ها یه همچین حالتی الان در اومده، البته 6 تا شد. یه همچین حالتی در اومده که خیلی جذابه. فقط اول از همه من باید اینو 50 پیکسل بدم بالا. کپی خب یه همچین شکلی بچه برای ما در آورد که جذاب شده. بریم ببینیم تو تبلت چه جوریه. همونجوری که میبینید تو تبلت درست نیست دیگه. بریم ما تو تبلت درست کنیم. اول از همه من یه دونه پدینگ 24% بهش 24 پیکسل بهش میدم و اینها رو میام برم ببینم من اینجا چند گذاشتم. خب اینجا ما عرض رو گذاشتیم رو 32 و پدینگ رو هم 100 گذاشتیم، اینم 24. خب اینو 32 میدم. از اینجا میام اینو کپی، چسباندن استار، چسباندن استار، چسباندن استار، چسباندن استار. حالا رپ رو میام از اینجا من بچه‌ها روشن میکنم. این رپ باعث میشه که اینا اضافاتش بیفته تو ستون بعدی. خب این از این. حالا چی کار میکنیم؟ حالا میایم طبق چیزی که من کاری که اینجا کردم بین ردیفامون 100 پیکسل فاصله میدیم و 24 پیکسل هم بین ستونام. پس من میام اینجا توی ستون اصلی یه 100 میدم و بعد از اون زنجیره رو باز میکنم که رو هم تاثیر نذارن، یه 20 پیکسل بهش فاصله میدم. خب یه همچین چیزی شدهش الان. حالا نیازی که ما عکسامون رو کوچیک‌تر بکنیم. ببینیم عکس رو اینجا ما چند گذاشتیم؟ 141 گذاشتیم عکس رو برای این. خب من میام عکس رو از اینجا کوچیک میکنم و 141 رو میزنم. خب این از این. حالا از رو این کپی میکنم. ببینید تو موبایل چه جوریه. خب اینو بذاریم رو 700. خب اینم از این. خب اینو باید یکم من میارم پایین‌تر، مثلا بکنم -85. فکر میکنم خوب باشه. حالا درز بذارید من به این مارجین هم بدم، سرش زده بیرون. میذاریم 100، اینم میذاریم 100. خب به این -85 دادیم. خب بریم اینا کپی پیست کنم من برای اینم از این. خب یه همچین شکلی در اومد. برای این رو هم نیازی که یکم من جابجا کنم. 24 پیکسل فکر میکنم براش خوب باشه. اینم از این کپی میگیریم میدیم به این. حالا بریم تو موبایل ببینیم بچه‌ها چجوری شده. تو موبایل رو هم خب این بعد جابجا بشه دیگه. این رو من بزرگ میکنم 180 فکر کنم خوبه. بهش میدم 180.
از اینجا هم من اینو سفید بکنم ببینم داریم چی کار میکنیم. اول دوباره برش میگردم. خب فکر میکنم الان خوبه. البته بعد من به این یک ارزی بدم. 350 رو میدم به کانتینرمون، چون اگر ندیم این بیش از حد کش میاد و خیلی جالب نمیشه. خب 320 فکر میکنم براش بهتر باشه. اینو میدم من 116. عکس رو هم خب الان فکر میکنم خوب شدش. خب یه همچه شکلی داره. این رو یکم میتونیم ما کوچیک‌تر رو کنیم. خب یکم کوچیک‌تر شه. این رو هم میذاریم مثلا 310 یا 300 هستن، میذاریم 300 و از اینجا الان فکر میکنم اوکی باشه. بریم ببینیم چجوریه. خب من از این کپی میگیرم میدم به این یکی ها. نفر بزرگ میکنیم. یکم بعد بچه ها با اندازه هاش خودتون بازی کنید تا اون چیزی که میخواید در بیاد. ممکنه این چیزی که الان من دارم اینجا اندازه ها رو میدم ممکنه که حالا تو اون طرحی که خودتون بخواید در بیارید دقیق نباشه. به خاطر همین حتما اندازه ها رو متناسب در بیارید و حتما ریسپانسیو رو چک کنید. خب یه همچین چیزی در اومد بچه ها. بریم عکس ها رو عوض بکنیم. این رو من میدم به این، عکس اولش رو هم عوض میکنم. نه دیگه عکس اولش باید بشه. خب این عکس اولش هم که میشه این شخصیت اول داستان ریک. خب این گلن جا به جا گذاشتیم. یه از این. حالا بریم سراغ آخری که مگیه. ای بابا همیشه اشتباه میذارم. خب این بعد این باشه. تصویر اولم این. خب یه همچین چیزی در اومد بچه ها. حالا بریم سراغ کدا. من کدا رو بهتون توضیح بدم که ببینیم کدا چی هستش اصلا. اگر دانش کدنویسی دارید که میتونید کدا رو تغییر بدید و یا با کد CSS آشنا هستید. اگر نه که میتونید همینجوری که من گذاشتم استفاده کنید. خب ببینید من اینجا بالاش کامنت گذاشتم. این عکس اولیه خب که رپره. یه حالا ترانزیشن داره و اوورفلو هم که میاد قسمت اضافات رو هیدن میکنه. خب یه کانتینر داریم که همین این که میاد چیکار میکنه؟ حالت پرسپکتیو رو داره، یعنی اون حالتی که میره عقب رو این پرسپکتیو داره میده بهش. پوزیشن ریلیتیو هم که مشخصه. بعد از اون بالاش من کامنت گذاشتم دقیقا. ببینید این داره میگه که تو حالت هاور این عکسمون وقتی باکسمون که همین کانتینر هاور شد چه اتفاقی برای عکس بیفته، عکس اولمون که اینجا ترانسفورم داریم ما که هم حالت پرسپکتیوه. خب بریم اون قسمت جابجایی عکس با هاور. این یک حالت هم باکس شادو داره، هم دقیقا این سایه‌ای که زیرش به وجود میاد. اگه من اینو باز کنم یه سایه این زیر داره میاد نشون میده که این دقیقا همین کد است و این حالتی که میره عقب پرسپکتیو است که داره نشون میده
که برای این قسمت اینا همش مال هاوره و بعد از اون هم اضافه کردن گرادینت موقع هاور، اسمش روشه دیگه. حالا یک گرادینتی اضافه میشه به کارت موقعی که هاور میکنیم به این کارت اصلی ها، به عکس ها. بقیه هم همینطور بچه ها. یک کلا این بیفور افتر ها همشون یک سایه اضافه میکنن. خب یک سایه گرادینتی اضافه میکنن که متن مشخص بشه و اون عکس که ببینید الان ما تو این عکسمون یه گرادینت داریم دیگه، افتاده زیر این که عکس خودشو نشون بده و متن. بچه این عکس یه ذره باید بزرگتر شه فکر میکنم. آره خب بریم سراغ ادامه کد ها. کلا اونایی که میبینید اوپاسیتیشون صفره، زیرشون یه اوپاسیتی 1 هم داره که داره میگه که شما تو حالت عادی باش ولی نشون داده نشو. اوپاسیتیت موقع هاور 1 میشه، یعنی شما هستی ولی نمایش داده نمیشی. موقعی که هاور میشه اوپاسیتی 1 میشه و اون گرادینت خودش رو نشون میده. این هم همین عکس است. من اگه کاراکترم همین عکس است که اوپاسیتیش صفره، من اینو 1 کنم نشونش میده. دقیقا یه همچین چیزی ما داریم اگه اوپاسیتی این کاراکتر 1 شه. این هم دقیقا همینه. تایتل هم که مشخصه بچه ها دیگه. ببینید این تایتل هم میاد از این بالا یه وید گرفته و یه ترانزیشن که حالت نرمه میده به انیمیشن. چرا این 2 بار تکرار شده؟ خب اوپاسیتیش هم تو حالت عادی صفره، من اینو 1 کنم نشونش میده. در اصل ما اینو صفر کردیم که موقع هاور نشون بدهش، تو حالت عادی نشون نده. خب اینم من صفر میکنم، تو حالت هاور 1 میشه. از اینجا به بعدم بچه ها که من از مدیا اومدم استفاده کردم برای تبلت به پایینه، یه سری افکت ها رو، یه سری حالت ها رو من غیر فعال کردم برای حالت دسکتاپ. چون ما تو حالت تبلت که اسکرول میکنیم کلیک هاور موس نداریم، مثلا حالت هاور نداریم. به خاطر همین من این حالت ها رو ازشون گرفتم که تو حالت هاور شده نشون بده. در اصل ببینید این حالت هاور شده است که داره تو تبلت نشون میده. به خاطر همین من این کدا رو اضافه کردم که دیگه توضیحشون نمیدم، به خاطر اینکه کدا تکراریه و مشخص هم هست. هر جا تو اینو دیدید اگر خاطر تغییراتی اعمال بدید بدونید که کاراکتر این عکس بزرگی است، کارت کانتینره، تایتل هم که مشخصه و رپر هم اون عکس اولی است. به این صورت شما میتونید یه همچین کارت جذابی رو بسازید که خوراک سایت گیمینگ، خوراک سایت آرایشی، لوازم آرایشی پوستی میفروشن، خیلی میتونه سایتتون رو جذاب بکنه. و میگم فقط میتونید اگر چیزی که من زدم تو اون قالبی که دارید، تو اون ارزی که دارید واسه سایتتون در نیامد، حتما اندازه ها رو تغییر بدید که یه چیز خیلی جذابی بشه واسه تون و خیلی خفن شه، وبسایتتون رو جذاب بکنه. و حواستون هم باشه که حتما ریسپانسیو باشه. این ریسپانسیو خیلی نکته مهمیه، چک کنید که ریسپانسیو باشه. من این کدا به همراه عکس‌ها رو توی کانال تلگرام قرار میدم، خیالتون راحت بشه که اگر خواستید بتونید تمرین کنید. خب مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و من رو سابسکرایب بکنید تا آموزش‌های بعدی. خدا نگهدارتون.